باور کنید از زبان یک آدم خوب شنیدم، یک جوان از قشر قرائتی، یک جوان فاسق خودش حکایه کرده است. بگد همراه رفیقم در شهر استراحت میکردیم و گفت که بیای اینجا معیشت کنی میرویم. بگد یک خانه رفتیم، ای صحبت کردیم، معیشت کردیم، نوشیدیم، زهر خورد الهی. تانی میگه جورش بود که من رفته دو دختر بیارم شب استراحت کنیم. باور کنید این دروغ نیستیم. خوب من بودم مایلش بیار. بگد بعد از نیم ساعت آمد دو دختر آورد، یک تش خواری خودم خواهر خودم یک تش. آن نام پدرشم بود، یک مسلمان ایجادی زنانه خوب نیست کنم. میگم من خودم دیگر ندانستم چی کار کنم. جوره من گفتم که من یاد بیرون میبرم گشته میبیام. همین بیرون برام دیگه برامده برفتم دیگه ندارامده. این است عزیزان من. یعنی رسول اکرم در یک حدیث صحیح میفرمایند من زنا زنی بهی، کسی زنا میکند حتما به خاندان وی زنا میکنند. او کسانی که زنا میکنند خواهیمشان خام که خاندان وی امین میمونند. در حق برادرم خیانت کردی، همون زنی که تو به اون میرسی یا مادری کدام جوان است، یا خواهری کدام جوان مرد است، یا زنی کدام جوان مرد است مانند خودت باری. در وقتی شهوت چشم کور میکند این فکر نمیکنی؟ خوب دام که روز همسری تو رو کسی همین کار میکند. من یزنی یزن بهی ولو بدیناری. حضرت شافعی میگن کسی زنا میکند حتما روز در خاندانی و کسی رو زنا میکنن، خواه خواهر شد، خواه مادر شد، خواه همسر شد، خواه دختر شد میکنن این کارا. بنابر جوانای عزیز هیچ ضرورت ندارد که همون 5 تومن شما در همون زنی فاحشه میده یا همون یک عطرکی یا گلکی برای همون فاحشه بخره همون برای همسری خود آخره، برای عروس خود آخره چی زندگی تا شیرین تر بشود. بالایی که عذابه که فقط در پیشگاه خدا دارید. 1 ساعت خرسندی دارد زنا، اما 1 عمر وای حسرت دارد.